مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله، ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظیم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان و بزرگواران را به برنامه الگوهای هدایت، به برنامه معرفت و شناخت به شاگردان مکتب رسالت، همه شما عزیزان را خوش آمدید میگویم. در جلسه گذشته پیرامون شخصیت سیدنا عثمان بن عفان اشاره داشتیم و اشاره نمودیم به بعضی اباطیل و اکاذیب رافیزی ها که نظر به همان عادت دیرینه‌ای که داشتن و دارن که حتی بر تاریخ هم رحم نکردن، حرفهای رکیک و پایین و بالا نسبت به خلیفه سوم اسلام عثمان بن عفان به زبان آوردن و تحریر نمودن. حالا بحث ما پیرامون این که آیا کسی دیگری غیر از عثمان بن عفان به خلافت این لیاقت و شایستگی را داشت یا خیر؟ سزاوارتر از عثمان بن عفان آیا کسی بود؟ پیرامون این مسئله بحث ماست که سزاوارترین شخص از بین اشخاصی که کاندیدای خلافت بودن، هیچ کس از این 6 نفر سزاوارتر نبود که خلیفه شود. فقط این سزاوار سیدنا عثمان بن عفان بود. 6 نفری که کاندید خلافت بودن به دستور سیدنا عمر فاروق که از بین این 6 نفر 1 نفر باید انتخاب شود. عبدالرحمن ابن عوف بود و علی ابن ابی طالب و عثمان ابن عفان. اگر به ترتیبی که
بیان کردن سیدنا عمر فاروق چنین این 6 نفر عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص، زبیر بن عوام و طلحه بن عبیدالله. این 6 نفر جز کاندیدای خلافت بودن و این که از بین اینها چی کسی سزاوارتر و لیاقت بیشتری داشت تا به عنوان زعیم و به عنوان امیر المؤمنین و به عنوان خلیفه مسلمین منصوب بشه، چی کسی هست؟ بدون شک سزاوار تر بودن عثمان بن عفان به امر خلافت یک امر است که در از این هیچ شکی نیست. این امر است که هر صاحب عقل و کسی که دارای قلب پاک و به دور از نفرت و اینها باشه، به دور از کینه و بغض باشه، عقل سالم و سلیمی داشته باشه، این را میداند که سزاوارتر بودن و سزاوارترین این اشخاص عثمان بن عفان بوده است. همه مسلمین این را قبول دارن که عثمان بن عفان سزاوارتر بود، الا که مگر روافض که تنها کسانی هستند که سرمایهشان، عادتشان فقط از دین چی ساختن؟ لعن و دشنام و سب اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم. ما فقط ارتباط به این که عثمان بن عفان سزاوارتر بود نسبت به دیگران به امر خلافت، فقط به سخن قرآن، به قول قرآن و سخن رسول صلی الله علیه و سلم اکتفا میکنیم. الله سبحانه و تعالی در سوره نور در آیه 55 میفرماید: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. این آیه مبارکه الله سبحانه و تعالی در این آیه میفرماید این وعده الله هست. الله وعده کرده برای مؤمنین، این وعده الله هست که از بین شما ای مؤمنین، کسانی که وعد الله الذين آمنوا منكم، آنهایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، لیستخلفنهم فی الارض، اینها گماشته میشن به عنوان خلیفه در روی زمین، کما استخلف الذین من قبلهم، چنانچه که الله سبحانه و تعالی میگه گذشتگان شما خلیفه بودن. ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم، اینها را در روی زمین الله سبحانه و تعالی تمکین، آرامش، امنیت، خوف از اینها دور میکنه الله سبحانه و تعالی، امنیت را الله سبحانه و تعالی نصیب اینها میگردانه. این آیه مبارکه وقتی که نگاه میکنیم، سیدنا عثمان بن عفان از جمله مصادیق این آیه مبارکه و آیه شریفه هست. در دوران خلافت سیدنا عثمان بن عفان، عثمان بن عفان وقتی به قدرت میرسه، الله سبحانه و تعالی مکانت و جایگار
الله نصیب سیدنا عثمان میگردانه، نصیب مسلمین میگردانه. سیدنا عثمان در دوران خلافت خود عدالت را میگسترانه، عدالت را میاره. سیدنا عثمان به اقامه نماز میپردازه، سیدنا عثمان به پرداخت زکات میپردازه، سیدنا عثمان به امر به معروف و نهی از منکر توجه خاص داره. این آیه مبارکه رو وقتی نگاه کنیم، الله سبحانه و تعالی میفرماید وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. خوف را الله از اینها دور میکنه، امن و امنیت و اینها را میاره. الله سبحانه و تعالی میفرماید اینها قومی ان که اینها مرا عبادت میکنن، شریک نمیورزن. پس از جمله مصادیق این آیه شریفه سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله عنه. آیه دیگر الله سبحانه و تعالی در سوره فتح آیه 16 الله سبحانه و تعالی می فرماید قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا. الله أكبر. الله سبحانه و تعالی می فرماید بگوی پیامبر، بگو برای کی؟ للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس. زود است که شما فرا خوانده می شوید به سوی قومی که اونها اولی بأس شدید، قومی که چقدر جنگجو، قومی که چقدر متمرد. برای اینها بگو که شما وقتی فرا خوانده شدید متوجه باشید که تقاتلونهم او یسلمون، با اونها چنان جنگیده می شود که یا می جنگن یا تسلیم می شون یا مسلمان می شون. این آیه مبارکه، پیرامون این آیه مبارکه مفسرین اشارات دارن که در زمان رسول صلی الله علیه وسلم، در زمان سیدنا ابوبکر و در زمان سیدنا عمر و سلسله این که اولی بأس شدید تقاتلونهم او یسلمون. ابن کثیر رحمه الله میفرماید که این همان فراخانی که سیدنا عثمان ابن عفان لشکر را ترتیب میده به طرف روم و به طرف فارس، این همان آیه مبارکه باز هم مصداق پیدا میکنه به خلافت سیدنا عثمان ابن عفان. سبحان الله. الله سبحانه و تعالی در این آیاتی که اگر هر کدام ما رجوع کنیم به تفسیر آیه مبارکه 55 سوره نور با آیه 16 سوره فتح، اینجا میدانیم که در حقیقت قرآن معجزه هست، کلام پروردگار هست. پس باید هر کدام من و شما وقتی قرآن را میخوانیم با حرف قرآن باید تدبر داشته باشیم، باید با آیه قرآن باید تعمق داشته باشیم و فکر بکنیم که هر آیه قرآن معجزه هست که ما را متوجه می سازه. الله سبحانه و تعالی وقتی می فرماید قل للمخلفین من الاعراب،
این اعراب اینها کیا بودن؟ رسول صلی الله علیه و سلم با اینها چی گفتن؟ سیدنا ابوبکر الصدیق اونها را، سیدنا عمر فاروق. الله میگه بگو برای اینهایی که دیروز تخلف کردید امروز دیگه تخلف نکنید. اگر تخلف کردید عذاب دامنگیر شما میشه، اگر ثابت قدم ماندید سالم میمانید. الله سبحانه و تعالی در این آیه 55 سوره نور و در آیه 16 سوره فتح اشاره داره پیرامون خلافت سیدنا عثمان بن عفان. اما احادیث رسول صلی الله علیه و سلم چگونه اشاره میکنه نسبت به سزاوارتر بودن خلافت عثمان بن عفان؟ انشاءالله بعد از میان برنامه بیان میکنیم. با ما باشید. فقد اهتدوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اگر آنها ایمانی به مانند ایمان شمای صحابه بیاورند به طور قطع هدایت یافتند و اگر از حق روی گردانی کنند پس راه مخالفت و دشمنی را در پیش گرفتند و به زودی الله تو را در برابر شر آنها کفایت خواهد کرد و او شنوا و داناست. مجددا خدمت عزیزان السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. صحبت ما پیرامون سزاوارتر بودن سیدنا عثمان بن عفان به امر خلافت. قبل از میان برنامه اشاره نمودیم به آیه 55 سوره نور و آیه 16 سوره فتح که این آیات قرآن اشارات داره پیرامون سیدنا عثمان بن عفان و خلافت سیدنا عثمان بن عفان. احادیث رسول صلی الله علیه و سلم به این که نشان میدهد و اشارات شده پیرامون خلافت سیدنا عثمان بن عفان احادیث زیاد هست، کثیره هست و احادیث صحیحه داریم. فقط نمونة به یکی دو حدیث اشاره می کنم. ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت میکنه که روزی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از مسجد بیرون شدن و حرکت نمودن طرف یکی از باغها و نخلستانهای که در جوار و نزدیک مسجد النبوی صلی الله علیه و سلم قرار داشت. ابو موسی اشعری رضی الله عنه میفرماید من هم به
عقیب رسول صلی الله علیه وسلم، به تعقیب رسول صلی الله علیه وسلم رفتم و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را دیدم که در یک باغی، در آن باغ در آنجا نشستن و برای من گفتن که ای ابو موسی میخواید چه کار کنید؟ اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم افتخار میکردن که لحظه در خدمت رسول صلی الله علیه وسلم و در کنار رسول صلی الله علیه وسلم و به عنوان سرباز رسول صلی الله علیه وسلم قرار داشته باشند. ابو موسی اشعری میگوید یا رسول الله، دوست دارم امروز دربان شما باشم، دوست دارم امروز در این باغی که شما قرار دارید من به دروازه باغ به عنوان خادم و به عنوان خدمتگار شما ایستاده باشم تا این شرف نصیب من شود که من روزی دربان رسول خدا صلی الله علیه و سلم و در خدمت رسول صلی الله علیه و سلم بودم. ابو موسی اشعری میگوید رسول الله داخل باغ بودن که دروازه باغ به صدا در آمد. رسول الله برای من گفتن که ببین کیست. هر کس که بود برایش اذن و اجازه بدی و برایش مژده و بشارت جنت را بدی. میگه وقتی من به دروازه نگاه کردم دیدم که ابو بکر صدیق هست. گفتم یا رسول الله ابو بکر هست. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودن ائذن له و بشره بالجنه. الله اکبر. اجازه بده برای ابو بکر و مژده بده برای ابو بکر جنت را. سیدنا ابو بکر صدیق وارد باغ می شود، می آید کنار رسول صلی الله علیه و سلم می نشیند. لحظات دیگر دروازه باغ به صدا در می آید. ابو موسی اشعری پرسان می کند کیست؟ می گوید عمر. ابو موسی اشعری به رسول صلی الله علیه و سلم می گوید یا رسول الله عمر پشت دروازه باغ استاده هست. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم می فرمایند ائذن له و بشره بالجنه. اجازه بده برایش و مژده بده جنت را برایش. الله اکبر. ببینید مقام و منزلت سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق. ببینید متابعت را. رسول صلی الله علیه و سلم داخل باغ نشسته هستند. سیدنا ابو بکر صدیق می آید کنار رسول معظم اسلام می نشیند. سیدنا عمر فاروق می آید کنار سیدنا ابو بکر صدیق و یا بعضی اقوال می آرد که به کنار رسول صلی الله علیه و سلم می نشیند. در این اثنا صدای باغ و دروازه باغ به صدا در می آید. ابو موسی اشعری نزدیک می شود. من انت؟ کیستی تو؟ صدای خود را بلند می کند عثمان ابن عفان. ابو موسی اشعری می گوید استاد توقف، استاد شو، استاد شو تا من از رسول صلی الله علیه و سلم اذن بگیرم، اجازه بگیرم. ابو موسی اشعری می آید یا رسول الله
به دروازه باغ عثمان ابن عفان هست. رسول صلی الله علیه و سلم چی می فرمایند؟ رسول نازنین صلی الله علیه و سلم می فرمایند ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. الله اکبر. رسول صلی الله علیه و سلم می فرمایند اجازه بدی برایش، مژده جنت را برایش بدی، او را مژده بدی به جنت، تو اهل جنت هستی، بهشتی هستی. نکته دیگر رسول صلی الله علیه و سلم می فرمایند که برایش وقتی مژده و بشارت جنت را دادی علی بلوا تصیب، او مصیبتی که دامنگیرش می شود. ببینید چند سال قبل از رسیدن مصیبت به سیدنا عثمان ابن عفان رسول صلی الله علیه و سلم خبر می دهند و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اقوال رسول صلی الله علیه و سلم از هوا و از نفس رسول صلی الله علیه و سلم نبود، بلکه وحی بود که از جانب الله سبحانه و تعالی به رسول صلی الله علیه و سلم وحی می شد. قبل از به وجود آمدن فتنه، قبل از پیدا شدن فتنه، قبل از این که مصیبتی بیاید، رسول صلی الله علیه و سلم برای ابو موسی اشعری می فرمایند ائذن له و بشره بالجنه على بلوى تصیبه. ثابت قدم باش، صابر باش بر او مصیبت و بر او بلوا و بر او فتنه ای که برای تو ایجاد خواهد شد. اینجا هم معجزه رسول صلی الله علیه و سلم را نشان می دهد، هم حقانیت و سزاوارتر بودن سیدنا عثمان نسبت به امر خلافت، و هم مژده و بشارت جنت برای سیدنا عثمان ابن عفان. ابو داود از جابر ابن عبدالله روایت میکنه که رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن اوری اللیل رجل صالح، برای یک مرد صالح شب نشان داده شد ان ابا بکر نیط برسول الله صلی الله علیه و سلم و نیط عمر بأبی بکر و نیط عثمان بعمر. رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن که نشان داده شد برای مرد صالح که همانا ابو بکر خود را میگیرد به رسمانی که یعنی خود را وصل می کند به رسول صلی الله علیه و سلم، و عمر خود را میگیرد به جان یا به همان رسمانی که واعتصموا بحبل الله، با اون رسمانی که ابو بکر خود را گرفته بود عمر خود را میگیرد به همان رسمانی که عمر گرفته بود عثمان خود را میگیرد. رسول صلی الله علیه وسلم میفرمایند که این نشان داده شد این حالت برای یک مرد صالحه، یعنی در خواب. اینجا جابر ابن عبدالله رضی الله عنه میگوید که وقتی رسول صلی الله علیه وسلم این را گفتن و از مجلس برخاستن رفتن، ما صحابه گفتیم که به یقین این مرد صالح خود رسول صلی الله علیه وسلم بودن که این خواب را دیده بودن.
و از این قول رسول صلی الله علیه و سلم جابر ابن عبدالله میگه ما این را فهمیدیم که این بزرگواران سکان و رهبری امت اسلامی را به دست میگیرند. الله اکبر. اینها دلایل است، احادیث است که دلالت میکند بر سزاوارتر بودن سیدنا عثمان نسبت به امر خلافت. همچنین روایات دیگری هست که ابو موسی ترمذی از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت می کند که رسول صلی الله علیه و سلم خطاب به عثمان گفتن یا عثمان انه لعل الله یقمصک قمیصا، الله سبحانه و تعالی پیراهنی که بر تو پوشانده، امیدوارم این پیراهنی که الله بر تو پوشانده چه کار بکن، فإن ارادوک علی خلعه فلا تخلعه لهم، اگر میخواستن کسانی که این پیراهن را از برت بکشن نگذارید که این پیراهن کشیده شود. این پیراهن چی بود؟ این قمیص چی بود؟ قمیص خلافت بود که تا لحظات اخیر سیدنا عثمان ابن عفان از خود صبر و استقامت نشان میده و از امر خلافت تنزل نمیکنه، که انشاءالله در قسمت‌های اخیر که پیرامون شهادت سیدنا عثمان ابن عفان انشاءالله بحث ما آماد روی این موضوع بیشتر ترکیز خواهد شد. پس به هر حال خلافت سیدنا عثمان ابن عفان امری است که اجماع مسلمانان بر این شده که سیدنا عثمان ابن عفان لیاقت و شایستگی خلافت را داشتن که مهاجرین و انصار و تمام مسلمان ها میاین با سیدنا عثمان ابن عفان بیعت میکنن، حتی سیدنا علی ابن ابی طالب که در وقت بیعت اشاره کردیم که فرد دوم هست. عبدالرحمن ابن عوف وقت با سیدنا عثمان بیعت میکنه فرد دوم سیدنا علی ابن ابی طالب هست. اما به این که آیا سیدنا علی ابن ابی طالب با فضیلت تر هست یا سیدنا عثمان ابن عفان، در جلسه گذشته اشاره کردیم. انشاءالله به جلسه بعد هم پیرامون فضیلت سیدنا عثمان بر سیدنا علی و یا سیدنا علی بر سیدنا عثمان انشاءالله بیان خواهیم نمود. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند یگانه می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم